یک بیماری داشتم که همیشه جز لیست خودکشی های من بود و من باید اینو به عنوان کیس خودکشی که فوت نشده و به زندگی برگشته پیگیری و فالوآپ میکردم. یه روز به اتاقم خواستمش و ازش پرسیدم که تو چرا انقدر خودکشی میکنی؟ خودکشی میکرد ولی تعداد قرصایی که برای خودکشی میخورد اونقدر زیاد نبود، یعنی جرئت نداشت خودشو واقعا بکشه. مقدار کمی قرص میخورد و هر سری با عوارضی برمیگشت به این دنیا. تا اینکه به من گفت که من همسری دارم که نانآور خانواده بود، کارگر بود، تصادف کرده و الان کار نمیکنه. 3 بچه دارم که این 3 بچه داخل خونه هستن و هر شب از شدت گرسنگی با گریه خوابشون میبره و من این شرایط رو نمیتونم تحمل بکنم و مجبورم خودکشی بکنم که نبینم این روزگار. و من بهش میگفتم حالا که میبینی شرایط همسرت اینه و نمیتونه درآمد کسب کنه، چرا خودت نمیری جای کار بکنی به عنوان ظرفشور یا کارگر ساده که بتونی شکم بچه‌هاتو سیر بکنی؟ و اون برمیگشت به من میگفت استغفرالله، مگه من فاحشه هستم که برم جای کار بکنم؟ بهش میگفتم که خب پس من فاحشم که اومدم اینجا کار میکنم و پزشک هستم؟ هیچ وقت یادم نمیره روشو برگردون یه سمتی به من گفت والا چی بگم خانم، بالاخره مرد تو یکی از اون خودکشی ها، ولی اگر بخوام بگم رمز خوشبختی چیه، اینه که رو پای خودتون وایسین، از هیچ کسی توقع نداشته باشین. اینجوری خوشبختی و بدبختیتون حداقل میدونید دست خودتونه.